محفلش اشتراک نکن، نانش نخور، نانش حرام از حرام. یک مسلمان در محفل حرام اشتراک میکنه، شما بگوید قومداری او طرف کنه. اما هر کسی که بود به حق نبود او طرف باشه. برادرای اصلی ما و شما کسایی هستند که کلمه اسلام را بخونند. این برادرایی که ولو که زن یک پدر مادر باشه که میبینیدش که مخالفت با الله و رسول داره، او طرفش کو قطع روابط بکو کتش. بازگان میارن حدیث میخوانند که رسول الله منع کرده از قطع صله رحمی. بله، قطع کرده با برادر مسلمان، نه با کسی که در خرافات بدعت ها غرق باشه، شب و روز دعوتش به طرف خرافات بدعت ها باشه، شب و روز دعوتش به باطل باشه. تو با او چی کو؟ قطع روابط نکو، چرا که در اسلام چی است؟ قطع روابط. اما هر کسی که مخالفت با الله و رسول داشت او طرف بمازش، دعوتش بده، بیا قبول بکن، اگر نشد حالا بیا از خیش قوم قبول نمیکنه. حالا ضد انات تمام دنیا را فرا گرفته. گریه بکو، زاری بکو برش که برادر گرامی، برادر مسلمان، چرا نماز ترک کردی؟ والا فلانی اومده مرا پند میده، خودش چیز نمیگه، میای مرا. ضد انات بسیار زیاد است دوستای عزیز، اونقدر ضد انات است